دیابت درمان میشه. بله 100% درمان میشه. از هزاران سال پیش هم طبیب‌های بزرگ مثل بوعلی‌سینا میگفتن اگه کلیه از کار نیافتاده باشه، اگه زخم پا به عفونت زردرنگ نرسیده باشه و اگه مثانه توانایی نگهداری ادرار داشته باشه، بیماری دیابت برای همیشه درمان میشه. و اینا نشون دهنده اینه که بدن توانایی بازگشت رو داره. من با سابقه 6 سال در این زمینه میتونم به بیماری دیابت و عوارض دیابت رو ظرف 4 ماه برای همیشه درمان کنم، بدون قرص، بدون انسولین و بدون رژیم‌های سفت و سخت. اگه تو هم میخوای بیماری دیابت برای همیشه درمان بشه و این علائم رو نداشته باشی، عدد 3 رو برای من کامنت کن. چرا فکر میکنی بیماری دیابت قراره با یه سری قرص و دارو مثل انسولین، متفورمین، زیپمنت یا یه سری عرقیجات و علفیجات مثل گزنه، بوغناق و هندونه ابوجهل درمان بشه؟ دوست من، تمام اینا کنترل کننده قند خونت هستن و الا الان درگیر گزگز و بی‌حسی پا هستی، تکرر ادرار، بی اختیاری ادرار، کاری چشم و خونریزی شبکه. نمیبینید؟ چون بیماری دیابت صرفا قند خون نیست. بیماری دیابت ریشه در سردی و خشکی بدن داره. برای درمانش این سردی و خشکی هستن که بایستی از بدن شما دفع و خارج بشن. اگه تو هم میخوای یک بار برای همیشه این اقدام جدی برای درمان داشته باشی، حتما کلمه دیابت رو این پایین برام کامنت کن. تحقیقات غربی ها هم رسید به همون چیزی که طب سنتی قرنها گفته بود. سال 2021 دکتر ریچارد واتسون از دانشگاه هاروارد تحقیق منتشر کرد درباره تاثیر ترکیبات گیاهی در کاهش قند خون. نتیجه چی بود؟ گفت مصرف ترکیباتی مثل شنبلیله، دارچین، زیتون و برگ‌های تلخ قند خون را به طور طبیعی کاهش میده و از آسیب کلیه و چشم جلوگیری میکنه. جالبه بدونید این همون چیزی که بوعلی‌سینا هزاران سال پیش گفته بود. تو طب سنتی ما همیشه گفتیم بدن خودش توان درمان داره، فقط کافیه راه درست رو بهش نشون بدی. نه قرص، نه انسولین، بلکه پاکسازی تغذیه درست و داروی طبیعی بر پایه مزاج. ما همین مسیر رو برای خیلی‌ها باز کردیم. کامنت بذار درمان یا شماره توی کپشن تماس بگیرین تا تو دایرکت نسخه دقیق مزاجت رو بهت معرفی کنیم. شروعش با این قدم ساده است. بهت یه جمله میگم که شاید برات غیر قابل باور باشه. دیابت قابل درمانه و من درمانش میکنم. من هزاران بیمار داشتم که با قند خون بالا، انسولین، زخم، یاتاری دید، تکرر ادرار اومدن پیشم. ولی امروز دیگه نه قرص میخورن، نه انسولین تزریق میکنن، نه قندشون بالاست، نه پاهاشون زخم میشه. با روش کاملا سنتی مزاج شناسی، اصلاح سودا و پاکسازی بدن دیابت رو ریشه‌ای درمان میکنیم. نه موقت و مسکن بار. دیابت یه بیماری سرد و خشکه و با اصلاح مزاج گرم، دفع سودا و